زینب 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 الگوی وفا زینب ناموس خدا زینب آخ بمیرم زینب 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 آرامش جان زینب ماهد به سلام دستت بیاد بالا بهترین خواهر نطقت چون حیدر بهترین خواهر نطقت چون تو دستت بیاد بالا هر کی به عشق بیبی میخواد سینه بزنه یا علی مدد سینه زنی بسم الله نظر من بهت بگم یا علی آبا زینب 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 الگوی وفا زینب ناموس خدا زینب جواب زینب زینب الگوی وفا زینب ناموس خدا زینب بگو زینب آرامش جان زینب ماهد به سنا زینب معنی همه غمها گل باجه ما انشالله تو حرم بیبی زینب گریون شده سرها شام از تو شده زن قهرمانی زهرا نشانی زن قهرمانی بگو زهرا نشانی زینب الگوی وفا ناموس خدا جواب زینب الگوی وفا ناموس خدا زینب آرامش جان زینب ماهد بزن تو محاصره گیر کرد و توسط موشک رو ماشینش اصابت کرد و کلا دیگه هیچی نمون، یعنی نه از ماشین چیزی مون نه خودش. قبل از اینکه برادرم برند سوریه، یعنی وقتی در حال بار دوم سوم بود که داشتن میرفتن میامدن، بعدا ما متوجه شدیم ایشون سنگ مزار خودش رو طراحی کرده بود و درست کرده بود که بعدا ما متوجه شدیم بعد از شهادتش که روز و ماه و سال شهادتش رو اون سنگ قبل نوشته. جدی؟ بله. 2 سال قبل. 2 سال قبل از شهادت. 2 سال بعد پیش بینی کرد. بله. یعنی روز و ماه و سال شهادتش رو رو سنگ قبل طراحی کرده نوشته همه چیزش. الله که درست همون روز همون ماه همون سال شهید میشن. انا فرق جانب محمد وطنی فرزند برات با عنوان خدمتگزار بیبی رقیه بیبی زینب در کنار دوستان رزمانمان هستیم. دوستان رزمان الان مشغول شام خوردن هستن، تازه از عملیات برگشتیم. این منطقه ازش از العیش. در چند روز پیش ما یک عملیات داشتیم که با موفقیت به اتمام رسید. توی عملیات
چیز در حدود 30-35 شهری حرومزاده به هلاکت رسید و قسمت از منطقه سمت العیش که به سمت جاده اتوبان نوبرزهرا میره یک چیز در حدود 10 کیلومتر آزاد شد به توفیق خداوند و یاری اهل بیت. در این عملیات الحمدلله هیچ کس از نیروهای ما شهید نشد، فقط 1-2 نفر مجروح شدن، 2 نفر مجروحات سطحی، 1 نفر مجروح خطر عمیق‌تر بود. در این عملیات که به فرمانده این جانب انجام شد از چند محور عملیاتی ایشون آقای جعفر حسنی است. شهیدم کلش در خود دلتونه، شهیدم خفته بین خاک و خونه، شهیدم خفته بین خاک و خونه، شهیدم کلش در خود دلتونه، شهیدم شهیدم خفته بین خاک و خونه، دستام لرزونه چشمام گریونه، دستام لرزونه چشمام گریونه، حالم رو فقط خدا